پژوهش کردن در ارتباط با شخصیت‌های شهیر و ماندگار جهان حقیقتاً هم دغدغه میخواد و همین که انسان بدون تعصب به مسائل نگاه بکنه. یکی از شخصیت‌هایی که برخی از ملت‌ها بر سر تصاحبش دعوا دارن و سعی میکنن اون رو از خود بپندارن شخصیت مولوی است. مولانا جلال الدین محمد رومی یا مولانا جلال الدین محمد بلخی یا مولانا جلال الدین محمد ایرانی. افغانی ها مولانا رو افغانی میدونن چون در بلخ به دنیا آمده. خب طبیعتا میدونید که دوران خردسالی خودش رو مولانا در بلخ گذروند. امروز بلخ طبیعتا از شهرهای افغانستانه. ما ایرانی ها اما مولانا رو ایرانی میدونیم چون در روزگاران گذشته، در اون زمانی که عصر زیستن مولانا بوده، شهر بلخ جزو خراسان بزرگ بوده و مولانا اشعار مثنوی شریف و دیوان کبیر و سایر آثارش رو به زبان فارسی که گویش ایرانی ها بوده نوشته و طبیعتاً خراسان مهد زبان فارسیه. اما ترک ها مولانا رو از خودشون میدونن به این منطق که میگن 43 سال از عمر خودش رو در قونیه گذرونده و در همونجا هم به خواب ابدی فرو رفته. البته طبیعتاً این یک مقدار انتساب نچسبی هست، چون که مثلا یه آدمی وقتی که از یک موطنی برمیخیزه مهاجرت میکنه به یک جایی و اونجا میمیره و از دنیا میره، دلیل نمیشه که این اهل اون شهر جدیده، اهل اون مملکت جدیده. ریشه های انسان ها معمولا تعیین کننده هویت. وقتی صحبت از هویت میکنیم مراد ما از هویت از چیستی و ریشه و اون بنمایه شکل یافتن یک انسانه. اما مولانا واقعا کی هست و ما چگونه میتونیم یک شناخت بهتری نسبت به او داشته باشیم؟ من میخوام اینجا یک نگاهی داشته باشم هم به مولانا و هم به مسئله بسیار پررنگی که در تاریخ به ثبت رسیده که حکایت از دیدار بی‌نظیر شمس و مولانا میکنه. مولانا در واقع اگر بخوایم یک تعبیری داشته باشیم در مورد کیستی او، به اعتقاد من باید بگیم که مولانا مسافر راه حقه که در گیرودار حوادث بزرگ تاریخ اومده در این دنیا تا زیست کنه، زندگی کنه. در سال 604 هجری قمری متولد میشه و در سنه در واقع 670 هجری قمری فوت میکنه، از دنیا میره. سده هفتم تا 13 قمری در واقع جذابترین و آشفته ترین دوران تاریخ اسلام. گسترش اسلام از عربستان به سرزمین‌های مثلا سوریه، مصر، ایران تا اندلس و اون زمان که اسپانیایی امروز هست، این در واقع داره پرشکوه جهانگیر میشه و پیدایش یک نگرش صوفی گرایانه هم در این میان خودنمایی میکنه. آرمان عشق مطلق به خدا، بدور از هر گونه خودخواهی، بدور از هر گونه خودپرستی، و حالا این داره شکل میگیره، آدمهایی رو داره جذب خودش میکنه و همزمان میبینیم که با هجوم اقوام تاتار و مغول و چنگیزخان و یک سری مردم آواره‌ای که به هر سو میگریزند، این مقطع داره خودنمایی میکنه و در مقابل ما گویی در یک ویترین داره یک نمایش از صحنه رو به رخ میکشونه. مولانا میدونید که یکی از القابش خداوندگاره. این لقب خداوندگار رو مادر بزرگ مولانا به او منسوب کرده. این خداوندگار مادر بزرگ یک آواره 6 ساله‌ای هست که از خراسان راه میفته، میره سمت عراق و میره سمت حجاز و یک احساس غربت دلکشی رو در درون خودش احساس میکنه. نمیدونه که این سرنوشت مجهولی که پیدا کرده اون رو بالاخره میخواد به کجا ببره. نیزاریه که گویی از نیستان اون رو بریدن. این که میگه بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند، که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند.
سینه خواهم شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو باز ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. خب اینجا تفاسیر مختلفی در خصوص این ابیات هست. یک نگاه در واقع حبوط انسان بر روی زمینه که از در واقع اون موطن اصلی خودش جدا شده و بر این زمین خاکی پر مرارت حبوط کرده. یک نگاه هم ناظر بر اقتضاعات نوع زیست و تاریخچه زندگی مولاناست که او را آواره کرده و گویی از موطن خودش در واقع جداش کردن. به هر حال مولانا از محیط امن خانه و کاشانه خودش کنده میشه. سفر او به سیر و سلوک در واقع رهگذر همین مسیره. مراحل هفتگانه طریقت که منسوب هست به مولانا که سعی میکنه در راه کمال اون رو طی 66 سال زندگی پیش ببره، ناشی از همین رویداد هاست. به قول معروف او پوست میترکونه و در میابه که به این کره خاکی تعلق نداره. وطن مولانا میتونیم بگیم که جایی است که دوست در اونجا هست. ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. اما پرواز تا بر دوست خیلی کار راحتی نیست. خیلی وقتا مرد افکنه، خیلی ها ادعاشو دارن ولی هرگز موفق نمیشن بهش برسن که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. این اتفاق، این رسیدن به دوست، این رسیدن به اون محبوب حقیقی یه پروبال توانا و کارآمدی میخواد که البته باید حتما یک راهدانی باشه، یک در واقع مرادی باشه، یک مرشدی باشه که بتونه با راز آشنایی که در او ایجاد میکنه فهمی از اون راز رو در او نهادینه کنه و اون رو به جنب و جوش بیاره و در واقع یک آتش شعله‌وری رو در او در واقع به نقش بیاره تا بتونه قوه محرکه چنین انسانی باشه. مولانا این پروبال استوار و توانا رو از این عشق پیدا میکنه. عشق به خداوند، عشق به الله، عشق به هر چیزی که از جانب خداونده. اما حالا این عشق رو داره ولی راه وصول به دوست رو نمیدونه. خالق یکتا که به هر آرزوی ما انسانها داناست و میدونه که ما چه گم شده ای داریم، من چه رؤیایی در ذهن خودم دارم که تمنای اون رو میکنم. خب خداوند واقفه، لذا بر استجابت هر دعایی هم چون توانا هست میبینیم شخصیتی مثل شمس تبریزی رو میفرسته تا اینکه مثل یک شمسی عالمتاب دل و جان مولانا رو به نور معرفت حق روشن کنه. و در واقع این شمسه که مولانا رو به کوی دوست راهنمایی میکنه. شمس که کس ندانست و نمیداند که او از کجا آمد و به کجا رفت. میبینیم که در یک بزنگاه با مولانا دیدار میکنه و راه ورود به حریم حرم دوست رو به اون نشون میده. در واقع این شمسه که اون کلید رازهایی که اشاره کردم، کلید اسراری که در واقع راهگشا هست رو کف دست مولانا قرار میده. اعلام میکنه که من آن جوجه مرغابیم که مرکبش دریای معرفت، من آن مرغکم که به هر دو پای در آویزد. آری در آویزم اما در دام محبوب در آویزم. مرا چه جای خفتن و خوردن، تا آن خدای که مرا همچنین آفرید با من سخن نگوید بی هیچ واسطه ای و من از او چیزها نپرسم و نگوید. مرا چه جای خفتن و خوردن، من با او بگویم و بشنوم که چگونه آمده ام، به کجا می روم، عواقب من چیست. اینا همه سوالات طلایی و کلیدی و راهگشای مسیره. در من چیزی است که هیچ کس آن را ندید، بر دلها مهر است، بر زبانها مهر است،
بر گوشها مهر است. هر یکی به چیزی مشغول و بدان خوشدل و خرسند. حکایت آدم‌های روزگار ما اینه. کسی این دغدغه ها رو نداره، این شوریدگی ها رو نداره. مردم به معاششون و چک و سفته و دلار و نفت و طلا و خرید و فروش و اینها گرفتاره. اما در همه این هیاهو که در هر مقطعی از تاریخ همین آدم‌ها، همین اتفاقات، همین چالش‌ها بوده، اما کسانی هستن که به روح خودشون مشغولن، روح بزرگ دارن. بعضی به عقل خودشون، بعضی به نفس خودشون، بعضی به یار خودشون، هر کسی به گونه ای دل مشغوله. من یار بیارانم، من در این عالم با عوام هیچ کاری ندارم، من برای ایشون نیومدم، من شیخ رو میگیرم، مؤاخذه میکنم، نه مرید رو. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دید و درد ملولم و انسانم آرزوست. گفتم که یافت می نشود جسته این ما. گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست. من همونی که یافت نمیشه رو آرزو میکنم، تمنای من اونه. یه کسی میخواستم از جنس خودم که بیاد من راهبری کنه، قبله راه هم بشه. روی بدو آورم که ملول شده بودم و خسته خسته خسته. مولانا رو پیدا میکنه این شمس تبریزی که ستاره تابناک معرفت آدمی است. مولانا رو پیدا میکنه، مولانا هم او رو در میابه. اینجاست که خداوند اجابت میکنه. این ستاره تابناک، این شمس تبریزی حالا میاد مقابل یک ستاره تابناک دیگری به نام مولانا جلال الدین می نشینه. در واقع انگار دو تا نیمه مکمل روحی مشترک حالا با هم به خلوت میرن، به معنا میرسن، به رهایی و به وجد و جوشش و به زیبایی کلام میرسند. شمس میگه روی تو دیدن والله مبارک است. مولانا میگه یار شدم با غم تو یار شدم، تا که رسیدم بر تو از همه بیزار شدم. میمالم این دو چشم که خواب است یا خیال، اندر تن من یک رگ هوشیار نمانده است. شمس میگه که ز کجایی تو؟ مولانا میگه نیمم ز ترکستان، نیمم ز فرغان، نیمم ز جان و دل. مولانا ببینید چطور داره شرح این آوارگی و تمنا و این سرگشتگی که تمام وجود درونش رو فرا گرفته حکایت میکنه. شمس میگه که خیلی خوب، گم شدن در گم شدن دین من است. مولانا چی میگه؟ میگه دانه تویی، دام تویی، پخته تویی، خام تویی، خام بمگذار مرا. شمس میگه خیلی خوب، اما بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی. مولانا میپرسه که رنگ دلت بر چیست؟ شمس میگه که رنگ دلم هر نفسی رنگ خیال آدمی است، اون مقام آدمی است. مولانا میگه که مقام آدمی؟ شمس پاسخ میده بر این که خیشتن را آدمی ارزان فروخت. مولانا به وجد میاد، میگه سخن چه داری؟ شمس میگه عبارت تنگ است، زبان تنگ است، برخیز با من به بزم خدا بیا. مولانا میگه این چه سری است؟ شمس میگه
این ذوق و حال است، تو را از این چه خبر؟ مولانا کنجکاوه، هی آتشش بیشتر میشه، میگه ورای آن چیست؟ شمس پاسخ میده عرصه سخن تنگ است، عرصه معنا فراخ است. از سخن بیشتر تا فراخ بینی و عرصه بینی. مولانا میگه که دل تو بر کیست؟ شمس جواب میده که دل من خزینه کسی نیست، خزینه حق است. مولانا میپرسه که مجاهدت و ریاضت و تکرار و دانستن چیست؟ شمس پاسخ میده اینها همه از روی ظاهر است. تا کی بر زین بی اسب سوار گشته و در میدان مردمان میتازی؟ تا کی به عصای دیگران به پای روی؟ اسرار و سخن تو کو؟ مولانا میگه این علم چیست؟ شمس میگه علم آن است که به معلوم رسی. عقل چیست؟ شمس میگه عقل تا در خانه راه میبرد، اما اندر خانه راه نمیبرد. آنجا عقل حجاب است، دل حجاب است. مولانا دیگه متحیره، مبهوته، میگه تو کیستی؟ صاعقه ای؟ آتشی؟ شمس میگه که دریغ است که بیخبران تو را به زیان برند، برخیز تا برویم. مولانا در زیر نگاه غریبه خودش از خودش بی خود میشه، به شور و حالی نگفتنی دست پیدا میکنه و اینجاست که میبینیم درخشان ترین، نایاب ترین گنجینه شعر و ادب جهان رو میسراید. میدونید دوستان عزیز، مثنوی معنوی جزو پرفروشترین کتابهای دنیا و آثار جاودان ادبیات دنیای امروزه. یکی از پرفروشترین آثار در غرب که اتفاقا این غربی های دلخسته از دنیای مدرن با اون حالشون رو تغییر میدن، آثار مولویه. و این بارقه و این اتفاق و این ادبیات بی‌نظیر ایرانی محصول شمس و مولانایی است که دو نیمه ناتمام با همدیگه به تکامل میرسن. اینجا که شمس میگه خلق منم، خانه منم، دام منم، دانه منم، عاقل و دیوانه منم، بنده و آزاده منم، دور مشو دور مشو، کعبه اسرار منم، جبه دستار منم. و مولانا رو مست میکنه. مولانا اون وقت میاد به وجد میاد، میگه مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. گفت که دیوانه نیی، لایق این خانه نیی، رفتم و دیوانه شدم، رفتم و دیوانه شدم. دیگه مست میشه. شمس میگه ما ز بالاییم و بالا میرویم، ما ز دریاییم و دریا میرویم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما ز بیجاییم و بیجا میرویم، کشتی نوحیم در طوفان روح. آقا این طوفان روح ما رو داره متحیر میکنه در این دنیایی که زیست میکنیم. هی داریم تمنا میکنیم، هی گم شده داریم، اما یک کشتی نوح میخواد که ما رو سوار کنه. کشتی نوحیم در طوفان روح، لاجرم بی دست و بی پا میرویم، همچو موج از خود برآوردیم سر، باز هم در خود به تماشا میرویم. مولانا میگه که پیر من و مراد من، درد من و دوای من،
درد من و دوای من، مونس روزگار من. اینجا انگار رسید به دارو، رسید به اون کیمیا. مولانا مقابل این شمس حالا سر تعظیم فرود میاره. آقا یک عمر تمنا داره میکنه، یک عمر آواره است، آواره یافتن خیش، و حالا به اون سرچشمه رسیده، از قفس تنگی ها رها میشه، بارگاه عظمت کبریایی رو داره با این راهبر، با این مرادش، با این کسی که داره تعلیمش میده داره پیدا میکنه. عظمت کبریایی که با قیل و قال انسان به اون خدا نمیرسه. هر آن کس که طالب راه خداست اول باید شسته بشه. شمس میگه نشانم بی نشان باشد، مکانم بی مکان باشد، نه تن باشد نه جان باشد، که من خود جان جانانم. مولانا میگه از کجا آمده ای؟ شمس میگه از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم به حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم، جمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملائک بال و پر. ملاقات شمس و مولانا خیلی بی‌نظیره، اصلا یه رمان بی‌نظیر جهان انسانیه، حکم تقدیر خداست. مولانا در این دیدار وجود خودش رو در شمس انگار در باخته، بی هیچ ملاحظه‌ای خود رو تمام وجود با تمام هویت پیرو و دنبال روی این معشوق میکنه. حاضر میشه که همه چیز رو رها کنه، از همه کس بگسله، شهر به شهر و کوی به کوی همه جا دنبال شمس روانه میشه. چرا؟ چون شمس دریچه‌ای بود به یک عالم غیب، به عالم پروردگار، به عالم الله. با شمسه که مولانا به این غیب متصل میشه، این غیب میشه، غیب رو با تمام وسعت لایتناهی اون در محدوده این دریچه پیدا میکنه. حالا مولانا در مقابل شمس دیگه محو میشه. این عشق مولانا به شمس یک طغیان عظیم مقاومت ناپذیر روحه، یک مغلوبیت عقل در مقابل قلب دوستان. شاد آمدم شاد آمدم، از جمله آزاد آمدم، چندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم، آنجا روم آنجا روم، بالا بودم بالا روم، بازم رهان بازم رهان، کینجا به زنهار آمدم. ما را به چشم سر مبین، ما را به چشم سر ببین، آنجا بیا ما را ببین، کینجا سبکبار آمدم. انشاءالله که خداوند به همه ما عنایت بکنه که به خودش برسیم و آنگونه زندگی کنیم که هر کی ما رو میبینه یاد خدا بیفته، به دنبال خدا بره، روحمون رو لطیف کنیم، عشق رو در خودمون پرورش بدیم و به اون معبود سلام دوباره کنیم، به سجده بنشینیم، با نمازمون، با نیایشمون، با سحرگاهانی که رزقمون بشه، با اون معبود مطلق راز بگیم، نیاز بگیم. بعد ببینید که این خدای محبوب چطور انسان رو میتونه جاودانه کنه، چطور میتونه ما رو بر بکشونه، به آرزوهامون برسونه، به رؤیاهامون برسونه. و کسانی که با خدا رابطه‌ای ندارن، نمازی نمیخونن، عشق نمیورزن، راز نمیگویند،
دوستان عزیز، اینها فقط دارن خودشون رو محروم میکنن از دنیای احساس خوب، حال خوب و برکت. انشالله که همه ما و شما رستگار بشیم. ارادتمند شما، امیر مهرداد خسروی.